چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم؟ فصل سوم، افکار بیهوده را کنار بگذارید و نگرانی ها را از ذهن خود بیرون کنید. پیش از این دیگران همه کارهای دشوار را با موفقیت انجام دادند. شما نیز می توانید. افکار منفی را رها کنید و راه را برای افکار مثبت باز کنید. برای داشتن ذهنی مثبت اندیش و روحیه‌ای شاد باید احساسات منفی را کنار بگذارید. همه ما گاهی اوقات در مورد مسئله نگران هستیم. استرس داریم یا ذهنمان پر از افکار منفی است. یکی از نکاتی که من در ابتدا به درمانجویانم آموزش می‌دهم این است که افکار منفی خود را کنترل کنند تا بیشتر نشود. چون این افکار احساس دلواپسی و استرس را بیشتر می کنند و موقعی که می توان ذهن را مشغول افکار مثبت کرد، افکار منفی مانع می شوند. از آنجایی که طرز تفکر شما با آن چیزی که اکنون هستید و یا در آینده خواهید شد در ارتباط است، استفاده از واژه‌های مثبت در تفکراتتان از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچه زودتر طرز فکر خود را تغییر دهید، بدون شک زندگیتان زودتر دچار تغییرات مثبت خواهد شد. اگر با همسایه خود اختلاف دارید، استرس دارید و احساس می کنید در مخمصه افتاده اید و کاری از دست شما ساخته نیست، به خودتان بگویید این مشکل را به بهترین نحو رفع خواهم کرد. همین باعث می شود راه حلی برای رفع مشکل پیدا کنید. مثبت اندیشی به شما کمک می کند به نظرات دیگران نیز توجه کنید و اطلاعات مفیدی که باعث ایجاد تغییرات می شود در ذهن خود جمع‌آوری کنید. به جای احساس خستگی، درماندگی و عجز، از موقعیت کنونی برای کسب انرژی استفاده کنید و با حل مشکلات حال خوش را به خود هدیه دهید. شاید با موقعیت‌های طاقت فرسایی مواجه هستید که احساس می کنید عبور از آنها به این سادگی ها نیست. با کمی اطلاعات و آگاهی از چگونگی به وقوع پیوستن اتفاقات، پشت سر گذاشتن آنها راحت‌تر خواهد بود. شاید هم فقط به دلیل سر و کله زدن با مشکلات روزمره، افکار منفی به سراغتان می‌آید. افسردگی و ناامیدی تا حدودی نتیجه درجا زدن در گذشته یا احساس اسارت در دام زندگی و وادار کردن ذهن به مرور مداوم اتفاقات گذشته است. همچنین زمانی که ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه با واقعیت‌های زندگی شما برابری نکند، افسرده خواهید شد. 1. ای کاش آن اتفاق افتاده بود یا ای کاش این اتفاق نیفتاده بود. 2. قبلا زندگی خیلی بهتری داشتم. 3. باید کارهایم را بهتر انجام بدم. انتظار داشتم تبدیل به فرد وای شوم، اما حالا فقط در حد ایکس هستم. بعضی از این عقاید را جامعه، والدین، تحصیلات، فیلم‌ها و به طور اساسی زندگی پیرامون وارد ذهن شما می کنند. داروهای ضد افسردگی احساسات منفی را پنهان می کنند، اما اعتقادات شما را تغییر نمی دهند. تغییر تدریجی زندگی عادت منفی بافی را از شما دور می کند. حتی اگر داروهای ضد افسردگی مصرف می کنید، هنوز هم می توانید زندگی خود را تغییر دهید و با صلاح دید پزشک داروها را برای همیشه کنار بگذارید. تکنیک از چاه بیرون آمدن. اگر احساس می کنید در دام زندگی اسیر شده اید و افسرده و ناراحت هستید، خود را داخل چاهی مجسم کنید که با بیرون آمدن از آن وارد روشنایی می شوید. مانند بازی‌های کامپیوتری کارتونی، شما با رسیدن به مرحله بعد وارد سطح بالاتری از روشنایی می شوید. آنقدر به سمت روشنایی پیش بروید تا احساس کنید دور تا دور شما کاملا نورانی شده است. با این کار می توانید موقع مواجهه با اتفاقات به دنبال راه حل بگردید. اگر تصور کنید در حال پیشرفت هستید، ذهنتان نیز با این باور رشد خواهد کرد و متوجه می شوید که همیشه راهی برای خروج از موقعیت کنونی وجود دارد. همین به شما کمک می کند تا راه حل مشکلات را پیدا کنید. این تمرین را می توانید همیشه و همه جا انجام دهید. تکنیک آلبوم عکس. تصور کنید گذشته شما شبیه آلبوم عکس است. عکس‌ها را یک به یک نگاه نکنید. آنها را به صورت یک مجموعه در ذهن خود مجسم کنید. حالا تصور کنید عکس‌ها در حال بایگانی شدن هستند.
فکر کنید وقایع گذشته در مکانی مناسب بایگانی می شوند و عکس‌ها داخل پوشه‌های مربوط به خود می روند. بهتر است بگذارید بعضی عکس‌ها و پوشه‌ها پاک شوند و از بین بروند. دیگر به عکس‌ها نگاه نکنید، فقط مطمئن باشید که جای عکس‌ها خوب است. عکس‌ها در ذهن شما در حال بسته‌بندی هستند. با انجام دادن این تمرین و اطلاع از این که همه چیز سر جای خودش قرار دارد، گذشته را رها کنید تا با نگاهی مثبت زندگی را در پیش بگیرید. حالا آلبوم عکس جدیدی در ذهن خود مجسم کنید که می توانید آن را با عکس‌هایی از وقایع آینده پر کنید. هر زمان که احساس کردید فکرتان درگیر گذشته است، این تمرین را انجام دهید. یکی از درمانجویانم نمی توانست جدایی از فرزندانش و زندگی بدون آنها را بپذیرد. او از روزهایی که تمام وقت برای فرزندانش مادری کرده بود، خاطرات خیلی خوبی داشت. با انجام دادن این تمرین در تصور خود عکس‌های گذشته را بایگانی کرد و با ذهنی آزاد توانست برای آینده خود برنامه ریزی کند و به سمت برهه هیجان انگیزی از زندگی حرکت کند. بازگشت به گذشته برای کامل شدن. در ادامه بحث فرض کنید هنگامی که به دنیا آمدید انسانی تمام و کمال بودید. تصور کنید شبیه یک دایره کامل به دنیا آمدید. سپس زندگی شروع به تراشیدن این دایره می کند. معلم‌ها، امتحانات، والدین، خواهر و برادر، امیدها و ناامیدی‌ها، تا جایی که دایره دیگر کامل نیست. و به طبع شما هم خود واقعیتان نخواهید بود و به نسخه کم اهمیت تری از خودتان تبدیل شده اید و دایره کمی موجدار و بدشکل شده است. همیشه مجبور هستید سر کلاسی بنشینید که مطالب آن برای شما بی مفهوم است و یا هیچ ارتباطی با زندگی شما ندارد. هر زمان که درست متوجه نمی شوید یا احساس بلا تکلیفی می کنید و عصبی می شوید، گردی دایره کمی بیشتر از شکل می افتد. سرانجام شما شروع به منفی بافی می کنید. من احمقم. مشکل من کجاست؟ شاید در مورد یک سری مسائل نگران هستید. جانتان به لب رسیده. گستاخ شده اید و یا اعتماد به نفس خود را از دست داده اید چون روزگار و آدمهای آن انتظاراتی از شما دارند که با حس درونیتان همخوانی ندارد. سپس دچار درگیری ذهنی می شوید و تمام احساسات بدی که خوبی ها را پنهان می کند برای شما خوشایند خواهد بود. از حس درونی خود که شما را به انجام دادن کارهای خوب ترغیب می کرد دیگر استفاده نمی کنید. در عوض دلبستگی هایی را از روی بی‌علاقگی یا محض احتیاط دنبال می کنید. گاهی اوقات شاید دیگران شما را به عدم اتخاذ تصمیمات درست تشویق می کنند. بعضی وقتها می توانستید به احساسات درونی خود گوش دهید اما تصمیمات خود را زیر سوال برده اید و یاد گرفته اید خلاف آنچه حال شما را بهتر می کند عمل کنید و نسبت به کاری که انجام می دهید احساس خوبی نداشته باشید. خبر خوب این که خودتان می توانید همه این حالات را تغییر دهید. افکار شما سبب از شکل افتادن گردی دایره شده است و باز هم افکار شماست که می تواند آن را به شکل دایره بازگرداند. زمان آن رسیده است که به خود واقعیتان برگردید و کنترل ذهنتان را در دست بگیرید. فراموش نکنید افرادی که مردم آزار هستند، مشاجره می کنند، اعتماد به نفس ندارند، گستاخ و حسود هستند، رفتارشان نتیجه تجربه همین درگیری های ذهنی است. آدم‌های بدبین را درک کنید چرا که در مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌های خود دچار چنین رفتاری شده‌اند. 1. چیزی را به دل نگیرید. دیگران هم مثل شما مشکلات دارند. 2. اجازه ندهید دیگران شما را تحقیر کنند. به خودتان ایمان داشته باشید. 3. هر انسانی با هر شخصیت و هر میزان دانش تلاش خود را برای ارائه بهترین ها می کند. شاید عالی نباشد اما نهایت تلاش آن فرد است. 4. با افرادی رفت و آمد کنید که در خور شما هستند. 5. خیلی از خصوصیات فردی و بخش‌هایی از زندگی شما عالی است اما نسخه اصلاح شده آن بسیار خوشایندتر خواهد بود. 6. چیزهای خوبی را که در مدرسه یاد گرفته اید فراموش نکنید، مثل منظم بودن، تمرکز داشتن، برنامه ریزی کردن. کارهای خوب را ادامه دهید و چیزهایی را که باب میل شماست تغییر دهید. نگرانی و ترس گاهی اوقات پیش می آید.
بعضی وقتها به ناچار باید با آن دست و پنجه نرم کنیم و تا آنجا که میتوانیم خود را به آرامش دعوت کنیم. در بعضی موارد لزومی ندارد نگران باشید. به هیچ وجه به نفع شما نیست. هر زمان که تفکرات منفی به سراغ شما آمد، با انجام دادن تکنیک‌های زیر کنترل احساسات خود را در دست بگیرید. اگر فکری را در ذهن خود نگه دارید و مدام آن را در حافظه خود بچرخانید، مانند لباس‌های درهم پیچ خورده داخل ماشین لباسشویی خواهد شد. به محض اینکه افکار بد به ذهنتان خطور کرد، دست از آنها بکشید. اگر افکار بدی در ذهن دارید، آنها را حل و فصل کنید و از ذهن خود بیرون بیندازید. افکار شما شاید اینگونه باشد: احساس می‌کنم آدم به درد نخوری هستم. از خودم متنفرم. زندگی غیر منصفانه است. جواب شما باید اینگونه باشد: همه چیز عالی و خوشایند است. بهتر از این نمیشه. میخوام این افکار را رها کنم تا مثل ابر در آسمان عبور کنند و بروند. با آموزش این تمرین ها به درمانجویانم کمک می کنم تا احساسات خود را کنترل کنند. سعی کنید هر زمان که احساس نگرانی، دلواپسی، بیقراری، ترس، ناآرامی و بدبینی به سراغتان آمد، به طور منظم این تمرین ها را انجام دهید. تکنیک ابرها در آسمان. برای رهایی از افکار منفی و نگرانی ها، انگشتان دست راست خود را مالش دهید. بند انگشتان دست چپ خود را فشار دهید یا روی آنها ضربه بزنید تا به خودتان قوت قلب بدهید که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. می توانید این کار را به آرامی در مقابل دیگران هم انجام دهید. فقط کافی است موقع مالش دادن، ضربه زدن و یا فشار دادن، بند انگشتان دو دست خود را در هم قلاب کنید تا هیچ کس متوجه نشود. به خودتان بگویید: رهایش کن، بگذار برود. تصور کنید احساسات بد از ذهن شما پاک شدند. افکار ما اشیاء سیال و متحرکی هستند که مانند ابرها در آسمان در حرکتند. البته اگر به آنها اجازه عبور بدهیم. این تمرین را به طور منظم در طول روز تکرار کنید تا احساسات بد، دلواپسی و نگرانی ها از ذهن شما خارج شوند. تکنیک مثلث قرمز. در ذهن خود مثلث قرمزی را مجسم کنید. افکار منفی، ترس‌ها، احساسات بد و آزاردهنده، خیالات و بدگمانی‌ها، عادات بد و استرس‌های خود را داخل این مثلث بگذارید. سپس تصور کنید مثلث آنقدر کوچک می شود تا به اندازه ذره خاک شود. سپس آن ذره خاک را فوت کنید تا اثری از آن باقی نماند. با از میان رفتن مثلث، فضایی در ذهن باز می شود و طی روزها و هفته‌های آینده حال خوش به سراغ شما خواهد آمد. می توانید به خودتان بگویید: من در امان هستم و همه چیز خوب پیش خواهد رفت. این تمرین را هر چند مرتبه که دلتان می خواهد تکرار کنید. فرض کنید از امروز اتفاقات خوبی به وقوع خواهد پیوست و مردم حرفهای خیلی خوبی در مورد شما خواهند زد. به کمک تکنیک‌های بالا و رها کردن کینه‌های گذشته، نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها روحتان را آزاد کنید. خیلی چیزها آنقدر هم که شما فکر می‌کنید مهم نیستند. دلواپسی ترس از آینده است. اگر اتفاق بدی رخ بده چه خواهد شد؟ من به درمانجویانم یاد می‌دهم بگویند: اگر اتفاق خوشایندی رخ بدهد چه خواهد شد؟ اگر همه چیز به بهترین نحو ممکن انجام شود چه خواهد شد؟ دفعه بعد که در مورد آینده نگران شدید، با حالت شوخی به خودتان بگویید: اگه مورد من خوشایندترین مورد دنیا از آب در بیاد چه خواهد شد؟ و لبخند بزنید. اگر اتفاق مورد نظر شما به وقوع نپیوست، فرض کنید در عوض قرار است اتفاق بهتری رخ بدهد. اگر در مورد مسئله دچار اشتباه شدید و به مشکل برخوردید، آن را بپذیرید و مثل یک حیوان خانگی دوستش داشته باشید. نسبت به آن حس خوبی داشته باشید و مطمئن باشید به چیز خوبی تبدیل خواهد شد. اگر برای اطرافیان خود نگران هستید، فکر کنید همه چیز برای آنها به طرز خوشایندی خوب پیش خواهد رفت. همیشه این حس را در خودتان زنده نگه دارید که کارها به طرز خوشایندی خوب از آب در می آیند. این احساس به شما کمک می کند تا نگرانی ها و دلواپسی ها را کنار بگذارید و در عوض احساس درونی بهتری داشته باشید.
دلواپسی حاصل رشد افکار منفی است. بنابراین افکار منفی را رها کنید و تفکرات مثبت را با تمام وجود حس کنید. تکنیک دیگر این است که تصور کنید در حال جشن گرفتن موفقیت‌های خود در آینده هستید. انگار که همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش رفته است. یکی از درمانجویانم دیوانه‌وار نگران دخترش بود که با اتوبوس مدرسه به سفر رفته بود. به او گفتم که دخترش را بعد از اتمام سفر هنگام پایین آمدن از اتوبوس تصور کند. سالم، خندان و سرشار از خوشی. با استفاده از این تکنیک مادر نگران بلافاصله موفق شد احساسات خود را کنترل کند و در مورد فرزندش به آرامش برسد. استفاده از تکنیک تجسم بعد از واقعه به طور کلی تفاوت عظیمی در زندگی این خانم به وجود آورد. یکی دیگر از درمانجویانم نگران بود که با وجود بارانهای سنگین خانه‌اش را سیل خواهد برد. من با استفاده از تکنیک‌های این کتاب او را از دلواپسی نجات دادم و از او خواستم تصور کند همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش رفته است. او در ذهن خود مجسم کرد که سیل جاری شده ولی خانه او خشک و بدون هیچ آسیبی سر جای خود قرار دارد. چند هفته بعد مراجعه کرد و گفت که خانه‌اش یکی از معدود املاک روستا بوده که سیل آن را ویران نکرده است و گفت این بسیار خوشایند است. زمانی که به اخبار داخلی و خارجی فکر می کنید، در ذهن خود مجسم کنید مشکلات همه عالم به طرز خوشایندی حل و فصل شده است. در طول تاریخ مردم سرتاسر دنیا به انواع و اقسام مشکلات غلبه کردند. من اخبار را فقط برای آگاهی از وقایع تماشا می کنم و اجازه نمی دهم رویدادهای بد من را حتی تحت تأثیر قرار دهد. تصور می کنم همه چیز به خوبی حل خواهد شد. به خاطر داشته باشید که اخبار همه اتفاقات خوب دنیا را پوشش نمی دهد. بنابراین تمرکز خود را صرف مسائلی از این دست نکنید. در عوض به افرادی فکر کنید که برای ایجاد تغییری اساسی در زندگی روزمره دیگران بسیار تلاش می کنند. نسبت به شرایط موجود احساس خوبی داشته باشید و عاقبت همه چیز را مثبت ارزیابی کنید. با استفاده از تکنیک لبخند زدن حال خوبی داشته باشید. در تفکرات خود از کلمات مثبت استفاده کنید و اتفاقات مثبت را به صورت فیلم در ذهن خود تماشا کنید. اگر کسی قصد سفر با هواپیما دارد، تصور کنید به سلامتی و خوبی به مقصد خود رسیده است و یا پس از اتمام تعطیلات به سلامتی به خانه بازگشته است و با حال خوش از سفر خود برای شما تعریف می کند. او را صحیح و سالم در رخت خواب تصور کنید. اگر تقاضای کار داده اید، در ذهن خود مجسم کنید که در آن حرفه مشغول به کار شده اید. اگر پذیرفته نشدید، برای تقاضای بعدی این کار را تکرار کنید. حس رفت آمد به محل کار را در ذهن خود لمس کنید. سرانجام با این نگرش مثبت شغلی پیدا خواهید کرد که حال خوش را برای شما به ارمغان خواهد آورد. اگر نگران فرزندان خود هستید، روزگاری را تصور کنید که آنها بزرگ شدند و زندگی سعادتمندی دارند. مشاغل و روابط بسیار خوشایندی دارند و در خانه‌های مجلل زندگی می‌کنند. اگر نگران نحوه معاشرت یا حضور در جلسه‌ای هستید، تصور کنید آن رویداد به طرز خوشایندی به وقوع پیوسته است و با لبخندی حاکی از رضایت در راه بازگشت به خانه اید. اگر نگران پرداخت صورت حساب‌ها و یا بدهی‌های خود هستید، تجسم کنید هر ماه آنقدر پول اضافی دارید که می‌توانید به طرز خوشایندی پس‌انداز خود را بالا ببرید. اگر نگران سرمایه‌گذاری‌های خود هستید، تصور کنید تصمیمات خوبی در سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده اید و همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش می‌رود. اگر نگران مسائل مربوط به سلامتی هستید، تصور کنید همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش رفته است و شما و عزیزانتان همه تندرست و سلامت هستید. زمانی که همه اتفاقات بر وفق مراد شما است، فراموش نکنید در ذهن خود از آن مورد عکس آنی بگیرید، چون برای پرورش احساسات خوشایند در ذهن به آن عکس نیاز دارید. گاهی اوقات تجسم آینده‌ای روشن کار دشواری است. تمرین زیر در این زمینه به شما کمک خواهد کرد. تکنیک ریسمان پیچ در پیچ. فکر کنید آینده همانند ریسمانی پیچ در پیچ است که شما را در مسیر زندگی به سمت گنجی هدایت می کند که ثمره آن احساس خوشایند رضایت است.
تصور کنید ریسمان مسیرهای مختلفی را طی می‌کند. به سمت چپ، راست، بالا و پایین پیچ می‌خورد و در نهایت به خواسته‌های شما می‌رسد. فکر کنید زندگی نوعی ماجراجویی است. این تمرین کمک می‌کند تا نگرش شما به زندگی انعطاف پذیر و قابل تغییر باشد. یقین داشته باشید اتفاقات خوشایندی به وقوع خواهند پیوست. اگر به مسیری که در آن قدم برمی‌دارید ایمان داشته باشید، راهی برای عبور پیدا خواهید کرد. زمانی که نگران آینده هستید یا فکر کردن به گذشته روحیه شما را خراب کرده است، در زمان حال احساس آزادی و فراغبال نخواهید داشت. برای زندگی در زمان حال لازم است گذشته را به عنوان مبنای محکمی در نظر بگیرید که زندگی بر پایه آن بنا شده است و آینده را نوعی ماجراجویی تصور کنید که در مسیر زندگی شما قرار گرفته است. به خودتان بگویید زندگی ماجراجویی خوشایندی است. اگر تمرکز خود را روی احساسات خوب بگذارید و افکار بد را رها کنید، می توانید با لحظات طاقت فرسای زندگی کنار بیایید. در واقع با خواندن این فصل، فرایند ایجاد تغییرات در شما شروع خواهد شد. تکنیک‌های ذکر شده در این فصل افکار منفی مربوط به گذشته را از ذهن پاک می‌کند و افکار جدید و مثبت را جایگزین آن خواهد کرد. تغییر شرایط همیشه به سرعت اتفاق نمی‌افتد. تغییرات به زمان احتیاج دارد. از این رو با حال خوش و با تصمیم گیری و انتخاب‌های درست به طرز خوشایندی به خواسته‌های خود جامعه عمل خواهید پوشانید. از وقایع گذشته به عنوان پله‌های ترقی استفاده کنید. گذشته هر فردی بخشی از سفر زندگی او و مبنای استقامت هر فرد است. تجارب زندگی باعث رشد شخصیت افراد می شود. اگر شرایط بد وجود نداشت، نمی توانستیم قدردان خوبی ها باشیم. از گذشته به خوبی یاد کنید. همیشه تجارب منفی سازنده هستند، حتی اگر دانشی که از آن تجربه کسب کرده اید به کمک خودتان نیاید. برای فرد دیگری سودمند خواهد بود و همین نکته مثبتی است. افکار منفی را از زندگی خود بیرون کنید و حال خوشی داشته باشید. خلاصه فصل: اتفاقی که رخ می‌دهد مهم نیست. عکس‌العمل شما نسبت به آن اتفاق حائز اهمیت است. از تکنیک بیرون آمدن از چاه استفاده کنید. تصور کنید با بیرون آمدن از چاه وارد روشنایی می‌شوید. از تکنیک آلبوم عکس استفاده کنید. تصور کنید گذشته را در آلبوم عکس قرار داده اید. شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید، اما می توانید احساس خود را نسبت به گذشته تغییر دهید. با آغوش باز و چهره‌ای بشاش گذشته را بپذیرید و به استقبال آینده بروید. از تکنیک ابرها در آسمان استفاده کنید. بگذارید نگرانی‌ها مثل ابرها در آسمان عبور کنند و دور شوند. برای قوت قلب بیشتر، بند انگشتان دست خود را مالش دهید، فشار دهید یا آرام ضربه بزنید. نگرانی‌ها را از زندگی خود بیرون کنید و احساس خوشایندی داشته باشید. تصور کنید سال جاری به نحو خوشایندی سپری شده است. از تکنیک مثلث قرمز استفاده کنید. مثلث قرمزی را در نظر بگیرید، نگرانی‌های خود را داخل آن قرار دهید و بگذارید مثلث آنقدر کوچک شود تا از بین برود. از تکنیک ریسمان پیچ در پیچ استفاده کنید. آینده را مانند ریسمانی پیچ در پیچ تجسم کنید که شما را به سمت ماجراجویی بسیار خوشایندی هدایت می کند. قدم اول: افکار منفی را شناسایی کنید. قدم دوم: آگاهانه افکار منفی را رها کنید. قدم سوم: بگویید اگر همه چیز به طرز خوشایندی پیش برود چه عالی خواهد شد.